آقا نفس بچه‌م گرفته، من چیکار کنم؟ نوزاده. چیزی تو گلوش پریده؟ آره داشت شربت میخورد پرید تو گلوش. بچه رو بذار روی دستت، آه. جوری که پاهاش دو طرف دستت باشه، دستت زیر سینه‌ش باشه. گذاشتی؟ آه. با 3 انگشت آروم بین دوتا کتفاش بزن، یه جوری ضربه بزن که رو به پایین هل بدی. آه. داری میزنی؟ آره دارم میزنم. بچه نفس میکشه؟ میزنم ولی اونجوری خوب نه. دقت کن ببین بچه نفس میکشه؟ نفس میکشه؟ یه کوچولو میکشه. کم نفس میکشه. آدرس همزمان به من بگو، همون کارو تکرار کن. میزنی همچنان پشت بچه؟ آره. الان نفسش تغییر نکرده؟ بچه رنگش تغییر کرده؟ همونجوری که بهت گفتم دستت بمونه زیر سینه یه بچه. بچه سرش رو به پایین، پشت بچه رو به توه. الان داره گریه میکنه. خب داره گریه میکنه. خوبه. بچه رو بغل کن، رو حالت به بغل نگه دار بچه رو. سرش زیاد بالا نیار. روی بغل نگه دار، همینجوری بذار تا اورژانس بهت برسه. شماره رو دادم بهت زنگ میزن. این خط تو اشغال نکن. باشه. باشه. خدا.